انسان مثل میمونه. کودکستان، مکتب، فاکولته، جوانی، ازدواج، اولاددار شدن، بیپیسگی، خرید خانه، خرید موتر، نواسه و در آخر اینمی قبر. برای خودت چی کردی؟ هیچ چیز نی. یک وقتی به خود میگی که زندگی خلاص شد، میگی زندگی عمیق کوتاه بود. بله، هدف از خلقت انسان چیزی شدن است، نه چیزی داشتن. توی چیزا را که خود نمیتونی در خانه قبر ببری. تو تنها چیزی که در خانه قبر میبری ذخیره آخرتت است که برای خودت چی کردی، از زندگی چی لذتی بردی، کجا رفتی. یک امروز صبا میگه امروز صبا قصه چی را میخوری. این امیال خانه ریزه ایره که تو داری حسرت بسیار خانه‌های کرانشین است. اولاد سالم شوخی را که تو داری حسرت یگان کسایی است که اولاد نداره. این امیال نان را که تو میخوری و کار را که تو غر میزنی که من صبح کار میرم چرا میرم، حسرت بسیار نفراست که بیکار هستن. مردم نان نداره که لقمه نان بخوره. از زندگی شکرگزار باش از خدایت و کوشش کو که همیشهش و از هر لحظه زندگی لذت ببری. چرا که نمیفهمی که کی خلاص بشه و کی در قبر آدم میره. پس انسان کوشش کنه که تا فرصت داره در دنیا یک چیزی از خود به جا بانه، نه که به فکر ازی باشه که ایره جور کنم ایره جور کنم ایره جور کنم. زندگی موجی است که یاو که رفت دیگه پس نمیایه. پس هر لحظه زندگی لذت چه ببر که فرصت بسیار کوتاه است.